سلام به همه شما همسفرهای همیشگی موشکاف. اگه بخوام همچی مختصر و مفید یک گزارشی از وضعیت نظام تو این روزا بدم، باید بگم وضعیت قرمزه. یعنی ولی فقیه آمپر چسبونده و حسابی آب و روغن قاطی کرده. یه زلزله 600 ریشتری افتاده به جون عظما که ریش و ریششو داره میتابونه، اونم چه تابوندنی. تجمع بزرگ مردمی حمایت از امر به معروف در 5مین روز دهه امر به معروف و نهی از منکر، همایش بزرگ آمران به معروف و ناهیان از منکر در میدان امام حسین تهران برگزار شد. امروز مهمترین معروف حفظ حکومتیه که برپا شد تا دین خدا رو زنده نگه داره. تقویت ولایت معروف است و ولایت ستیزی منکر. حجت الاسلام و المسلمین خاتمی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سبب تصویب طرح امر بالمعروف و نهی از منکر قدردانی کرد و آن را نوعی خدمت به نظام اسلامی دانست. تمومش کردی، یعنی دست گذاشتی رو سیاهرگ اسیدی عظما. یعنی معلوم شد همه این جلز و بلزا واسه چیه؟ درد حکومت و ولایت، همون که این روزا گندش در اومده. مگه نه حاجی آبقوره؟ اما اگر چشمه خودش گند باشد یا زلال باشه اما اطرافیانش گند باشند، مشاورینش عوضی باشند، مشاورینش سکولار باشند، این هم به گند کشیده می شود. قدرت سازندگی در جامعه نخواهد داشت. هم خودش گنده، هم تو که مشاورشی. تازه کجاش دیدی؟ آش خیلی شورتر از این حرفاست. نوچه های عرازلتون انداختید به جون مردم که ملت رو بترسونید، اما حالا خودتون دارید قبض رو میشید. ته خط ولایت همینه. مسئله تأسف‌بار اسیدپاشی در اصفهان که اصل عمل یک عمل خلاف وجدان، خلاف اخلاق، خلاف شرع، خلاف قانون، یک منکر به معنی واقعی کلمه، یک امر زشت، ناپسند، نفرتباری بود که اتفاق افتاد. بس بابا، فکر کرده با این کلمه بافیا و کف به دهن آوردن ها میتونه ولی امر اسید پاش رو در ببره. این خبرها نیست. تازه اول بز بیاریاتونه. باید هرچی خوردی بالا بیارید. این یک جنایت شخصی نبود مثل جنایت قبلی که یک جوانی در علاقه به یک دختری بخواد شخصاً یه انتقامی گرفته باشه. این یک توطئه است در شرایطی که قانون امر به معروف نهی از منکر که از ضروریات دین ماست. اینجاست که باید گفت زپلشک آی علی گدا، مارادونا رو ول کن. این بوزقلمون صدیقی رو بچسب که با یه شوت سر زد توپو کاشت وسط دروازه ولایت. آخه مارچوبه، تو نمیگی بعد از این اعتراف سنگینی که کردی ممصادق لاریجانیا چه غلطی باید بکنه؟ خب سناریوشو سوزوندی که با زبون بی زبونی لو دادی که قضیه حکومتی بوده. ممصادق دیگه نمیتونه یکی رو به عنوان اسید پاش غالب کنه. این کارت میدونی مثل چی میمونه؟ من نمیگم، خودت بگو. همه خودشون رو مسئول بدانند، مملکت را مربوط به خودشون بدانند، سرنوشت همه را به همدیگر گره خورده بدانند، همه را در یک کشتی ساکن بدانند و هر کسی بخواد این کشتی رو سوراخ بکند باید بدانند که این جای خودش رو مخدوش نمیکنه، سکنه یک کشتی رو داره به قعر دریا سرازیر میکنه. امر به معروف حفاظت عمومی است، نظارت عمومی است، پاسداری همگانی از خوبی هاست. ببین دلتو واسه کله پا شدن تو قعر دریا صابون نزن.
جای شما و کشتیبان مفنگیتون قعر جهنمه. از همین حالا ابا و عمامه رو جمع کن که ملت دارن مقدمات سفرتون رو میچینن. چون این قانونی مدت‌ها منعطل شده، امروز می‌بینید که عده‌ای جسور شدند، به مقدسات جسارت می‌کنند، عده‌ای در برابر احکام اسلامی نه در خفا معصیت می‌کنند، علنا میان دهنکجی می‌کنند. و این جرأت گویا از مردم گرفته شده است که جلو این میکروب رو، این ویروس رو بگیرن. دهن کجی که سهله، دهن تو و ولی فقیه تو هم کج میکنن. حالا صبر کن میبینی. خیالم راحت کنید، نگرانم، مضطربم. خیالتو راحت کنم؟ باشه راحت میکنم. ببین حاجی آبگوره، اگه خونم گریه کنی وضعیت به عقب بر نمیگرده. به ولی فقیهت بگو با این جنایت ها و دیوونه بازی ها نمیتونه عمامشو حفظ کنه. ایستگاه آخره هری. موشکار